زبانهای قومی و اینا همه سر جای خودشه. کردی باید کردی یاد بگیره، آذربایجانی باید ترکی یاد بگیره، ولی همه ما یه زبان مشترک داریم، اونم زبانه که فردوسی باهاش شعر گفته، حافظ گفته. ما هنوز شعرهای فردوسی رو میفهمیم. اینو بعضی عیب میگیرن برای زبان فارسی، میدونیم، میگن که چرا ما زبونمون همون مونده. برای اینکه وقتی که شروع میشه زبان فارسی دری، به حد کافی ما دوره ها رو گذروندیم، یعنی از دوره باستان به دوره میانه رسیدیم، ساده تر شدیم، 8 حالت دوره اوستایی جای خودشو داده به 2 حالت معمولی دوره میانه، همینجور ساده. یعنی وقتی که فردوسی شروع میکنه به سرودن، زبان فارسی سخته است، درسته، رودکی دیگه نباید کار دیگه ای بکنه. وقتی میگه بوی جوی مولیان آیت همی، من شما اون یکی همه میفهمیم، برای اینکه زبان رسیده بوده به اوجش. این عیب نیست، این حسنه. برای اینکه از اول با زبان فارسی شعر گفته شده، ما قدیمترین شعرها رو داریم، گاتا هست. با زبان فارسی اندیشه گفته شده، یعنی فلسفه هست. شما چون نمیدونن، ببینید که از چیزایی که من از این دوستان فلسفه دانم گاهی گله مندم، میگم چرا نمیریم به عمق این مسائل؟ دینکرت 3 فقط فلسفه است، حالا یا خوب یا بد، ولی بالاخره فلسفه است. یعنی اجداد ما اندیشیدند، آدمای اندیشمندی بودن، این نبودن که فقط اسب بتازن و برن یه جایی رو بگیرن. خب اینا رو که شما یاد میگیرین، خود به خود علاقمند میشین دیگه. من نمیدونم بیشتر از این چی بگم واقعا. بله، من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران رو، و خدا هر دو اینا رو حفظ کنه. ایرانی دوست دارم مثل همه شماها، مثل همه، و با اینکه آذربایجانی هستم خیلی به زبان فارسی، غیرت زبان فارسی رو دارم، چون عقیده دارم اینه که ما رو به هم وصل میکنه. من در صحبتام به شما گفتم خیلی خوب ترکی حرف میزنم، از ادبیات و از آهنگ ترکی لذت میبرم، ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی. ما با زبان فارسی، فردوسی مال هممونه، حافظ مال هممونه، نظامی مال هممونه، صائب مال هممونه، همش مال ایناست که ما رو به هم وصل میکنه، تاریخمون یکی میکنه. و شناخت این علاقه میاره، یعنی همیشه شناخت علاقه ایجاد میکنه. من به بچه‌ها تو کلاس میگم که شما بریم پنبه، در مورد پنبه تخصص بگیرین، تا شروع میکنیم به پنبه شناسی علاقمند به پنبه میشین. اینه که برید یاد بگیرید تاریخ ایران رو بدون شوونیسمی، بدون تعصب، اون وقت خواهید دید که علاقمند خواهید شد. همونطور زبان فارسی رو. اونایی که الان سنگ غیر زبان فارسی رو به سینه میزنن، زبان فارسی رو نمیشناسن، به طرفش نرفتن، کار نکردن، نخوندن. زبان فارسی یک زبان شیرینیه، نه اینکه بی خود میگن زبان شیرین فارسی. خوش آهنگه، آواهاش پلو هم قشنگ نشستن. اینا من تو مقاله ها اینا رو نمیخوام تخصصی الان اینجا بگم چی. یعنی از نظر علم زبان شناسی، زبان فارسی آهنگین و صداهاش گوشخراش نیست. یعنی شما مقایسه کنید اینو مثلا با زبان آلمانی یا حتی با زبان انگلیسی. ما همینجور این زبان رو سودیم تا به صورت فعلیش در آوردیم. یعنی ما از 14 یا 16 تا مثبت دوره اوستایی رسیدیم به 6 تا دوره مثبت فعلی که الان هم 6 تا رو معمولا زبانشناسا 4 تا و 5 تا حساب میکنن. خب این یعنی زبان دیگه سوده شده، مطابق گوشهای ما عرضه میشه الان. خب اینو باید شناخت. وقتی شناختیم دوستش داریم.